السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال سیم چنین بود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از کدام قبیله و از کدام اولاد بودند؟ جواب درست چنین است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از قبیله قریش و اولاد بنی هاشم بودند. قریش لقب یکی از باباکلانهای این قبیله بود. این قبیله از 12 اولاد عبارت بود و عربها از نسل اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام می باشند و یهودی ها باشند از نسل اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام می باشند. برادران و خواهران عزیزم، از همه شما شکرگزارم که به سوالهای ما جوابهای خود را نوشتید. در آینده هم انشاءالله سوالها می شوند. به گروه ما یار و دوستان خود را هم دعوت نمایید تا از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم کمی هم باشد بفهمیم و به دیگران برسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.